بابا این کنترل بده من 5 دقیقه است داره کار میکنه، اینجوری پول برق میاد. بذار یکم استراحت کنه لااقل. یعنی چه استراحت کنه؟ مگه شما یخچال از برق میکشی که استراحت بکنه؟ برخلاف اون چیزی که همه فکر میکنن، اتفاقا اگه بخواین هی کولر خاموش رو روشن کنیم، برای روشن کردنش برق بیشتری مصرف میشه، چون تا بیاد موتورش کار کنه و روشن بشه ولتاژ برق بیشتری مصرف میکنه. پس بهترین کار اینه که روی 25 الی 30 درجه تنظیمش کنید و بذارین دیگه خودش خودکار کار کنه. این پستم بفرست برای اون بابایی که با کولر مشکل داره. به سرشون بار دیگر ببر از پوشم هیار. گفتگوهای زنجیره‌ای